سلام، در پروژه اداری گیشا هستیم. در خدمت آقای مهندس خالقی، مجری پوشش‌های ضد حریق. میخوایم در ادامه در مورد مسائل ایمنی پوشش‌های ضد حریق با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ما الان تو پروژه گیشا هستیم. در خدمت آقای مهندس خالقی، مجری پوشش‌های ضد حریق، برای صحبت در مورد ایمنی دستگاه و استفاده از پوشش‌های ضد حریق. آقای مهندس، در مورد پوشش‌های ضد حریق اگه میشه یه خورده توضیح بدین که بچه‌ها بدونن خیلی خلاصه، و بعدش هم اینکه چی کار باید انجام بدین که ایمنی بیشتری داشته باشن هنگام کار. بله، سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که همه خوب باشین. پوشش ضد حریق رو همونطوری که می‌دونید با دستگاه پاششی انجام میدیم. یعنی یک مدلی شاتکریت. حالا چون من خودم سابقه اجرای کار شاتکریت هم از قبل داشتم، ایمنی توی این قضیه خیلی مهمه. ما یکی از چالش‌هایی که همیشه توی اجرای شاتکریت داریم گرفتن لوله ها هست. به واسطه داشتن دونه‌های درشت ممکنه که این شلنگ ها توی مسیر یه دفعه گیر بکنه. یکی از نکات مهم اینه که موقع باز کردن شلنگ آدم خیلی رعایت بکنه که به سمت این شلنگ رو باز بکنه که یه وقت خدای نکرده به چشمش یا به چشم همکارش آسیبی نرسونه. این یکی از نکات خیلی مهمیه که هم تو کار پوشش ضد حریق و هم تو کار اجرای شاتکریت ها بعضا دیده میشه که آدم باید رد بکنه. مثال دارم میزنم. الان مثلا شما فرض کنید یه شلنگ شاتکریت که گرفته میشه، یکی از روش‌ها اینه که مثلا با یک میلگردی یه سنبه‌ای بزنیم این قسمت رو باز بکنیم. ممکنه که کارگر در اون لحظه حواسش نباشه و این شکلی بخواد عمل بکنه. مورد داشتیم که متاسفانه نفر بیناییش رو از دست داده. حالا متاسفانه این به اصطلاح اتفاق افتاده، توی اکیپای ما نبودن ولی جسته گریخته به گوش ما رسیده که این اتفاقات ممکنه بیفته. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شلنگ رو به سمتی که کسی نیست با یک جسم سختی شروع بکنن ضربه بزنن و این شلنگ رو باز بکنن. تو پوشش ضد حریق به جهت اینکه اون دونه بندی‌ها خیلی بزرگ نیستن، این چالش کمتره ولی باز اتفاق میفته، چرا که یک مدت زمان محدودی لازمه تا موادی که درست میشه از دستگاه تا سر نازل برسه. اگه این وسط وقفه بیفته ممکنه توی مسیر هم گرفتگی ایجاد بشه. بعد در مورد یه مورد دیگه هست، در مورد لوازم حفاظت فردی هم میشه توضیح بدین که چه لوازم حفاظت فردی مورد نیاز یک فرد هست که در زمان اجرای پوشش ضد حریق ازشون استفاده بکنه؟ ابزارهایی که استفاده میشه توی این فیلد کاری، خب مثل خیلی از بقیه مثلا دوستان از دستکش‌های مخصوص باید استفاده بشه، از کفش کار و کلاه ایمنی باید استفاده بشه. بعضا توی رسته کاری ما یک چیزی استفاده میشه به اسم مقنعه که روی گردن رو میگیره و نقاب داره، از اون هم استفاده میشه. خیلی مهمه که حتما بچه‌ها از ماسک استفاده کنن، ماسک‌های تنفسی، ولی توصیه میشه که کسایی که توی کارهایی که در معرض سیمان قرار میگیرن یا پوشش ضد حریق روزانه حداقل 1 لیوان شیر رو مصرف بکنن. شیر باعث میشه که این آلودگی‌ها جذب ریه نشه و دفع بشه. یک استفاده از یک مدل عینک یا شیلدهای مخصوص، البته واسه پوشش ضد حریق و کار شاتکریت معمولا استفاده نمیشه، یعنی که همه توصیه کردن به اجراش ولی عملا تو اجرا انجام نمیشه. ولی ما یه مدلی عینکی رو خودمون طراحی کردیم، از اون استفاده میکنیم که یه مقدار چالشمون رو کمتر کرده. حالا اونو من به شما نشون میدم که چه مدلی. یه عینکی که خودتون این ابداعی خودمون درست کردیم. مهندس پس محترم هستن تو این زمینه. بله، این دیگه آدم تا درد نداشته باشه به فکر فرو نمیره. این واقعا از هر نوع عینکی که استفاده میکردیم نمیتونیم کار بکنیم، چون ریباند این محصولات میریزه رو عینک، بعد با دستی که مثلا خودش آلوده است بخواید عینک رو تمیز بکنی میبینی که بدتر میشه. در نتیجه یه مدلی عینکی خودمون طراحی کردیم که
حفاظ شیشه و تلق نیست، یه مدل دیگه. حالا من بعدا واسهتون این مدلش رو میارم. پس ما از دستکش استفاده میکنیم، از کلاه ایمنی استفاده میکنیم، از عینک ایمنی استفاده میکنیم و یه ماسک هم همیشه داشته باشن برای اینکه بتونن جلوی آلودگی‌های تنفسی رو بگیرن. بله. و اون چیزی که به اصطلاح حجاب مقنعه مخصوصه برای پاشش به سر و گردن و گوش نرسه. بله. این کارم یه مدلی هست که حتما باید، چون از یک سری الیاف ساختش استفاده میشه، همیشه باید دوش بگیرن، نفرات استحمام بکنن و مصرف مداوم شیر. بله این مهمه که شیر استفاده بکنن. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. خوبی بود. سلامت باشید. امیدوارم که شما هم به دردتون خورده باشه این مسائل و توی پوشش‌های ضد حریق این مسائل رو جدی بگیرید. ممنون.